بریم. خب مادر جون آماده این؟ بریم؟ کجا بریم؟ نه این اصلا ضبط کن. الان میخوای بری زباشتا؟ بله. مادر جون آنم میشه خبر نیستش که عزیزم صداتون خوبه قربونتون بشم من. بریم دیگه ایشالله. خوبه مادر جون بریم. بله چرا صدا پخش نمیشه پا؟ فیلم میفته من بعدا نشونتون میدم. بریم اینجا میره اونجا توضیح میدم رو چشمم توضیح میدم. فقط شما حکایت رو برامو بگو. بریم. خب بریم. 3 2 1. خب دوستان عزیزم مادر جون من افتخار دادن تا در این پست کنار ما باشم. بریم با هم حکایتشون رو بشنویم. مادر جون بفرمایید. من بگم؟ بله اون حکایت بود بر من گفتین. آره باشه نفهمن بگین. یک دو بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم یه روستایی بود که خانواده‌ای زندگی می‌کردن. بی ادب بابا چته؟ همین نیاد واسه نمیفهمی؟ من این همه ما قدیما جلو بزرگترمون پامونو دراز نمی‌کردیم. اینو نمی‌بینید ندیدین چی کار می‌کنه؟ هر کاری کنه میوه یه دونه خریدم که بخورین. نه چی کرده؟ نه برای دمسیب دماغم بود. نه خریدم برای بخورین. کرد یعنی این که تو صحنه‌های پیش بوده الانم باید باشه. نه خورا نه ننش بگیم جلوشو دیگه. من هیچ نفهم. تو هم این مامانت و بچه داداشت و اینا همه نفهمی. یعنی چی؟ خجالت بکش. مملکت هم به من میگه نفهم. ها؟ تو دکتر دیپلم داری. ببین من سیکل دارم. سیکل قدیم. میدونی سیکل قدیم چیه؟ میدونی شما سیکل قدیم دوستان خیلی با صد تا لیسانس شما بهتره. لیسانس که هیچ اصلا دکترای منم برابری دکتره این. مادر من دکترا دارم. خب برو اون یه منو بیار نسخه منو بیار. اون نسخه منو ببین چی نوشته. آره نسخه‌مو بیار ببین چی نوشته. به من یاد نده. برو بیار ببین چی برام دکتر نوشته. برام بگیر ببین یا چی خوبه. اون دکترای پزشکی. من دکترام پزشکی نیستش که. چی؟ اون دکترای پزشکی میخواد. من دکترام گیاه پزشکی. دکتر چیه؟ گیاه پزشکی. پزشک گیاه. الان به من خندی. بابا نگاه کن آخه مامانیو. ببین بیا برو یه دونه تاج سر کوچه هست. اونو براش یه نسخه کی گفتی گیاه پزشکی یعنی این؟ من پزشکی برای شما توضیح دادم بابا. من بگم دکتره. میخوام اصلا قطعش کنید اینو. بیا برو برای من یه چیزی